بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهاندار جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. سپاس و حمد به حد مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دویم سوالی که برای من کردن، یک خواهر بسیار بسیار گویم با یک دل شکسته، بسیار با یک آب چشم. مقصد یک بار زنگ زد گپ زدن نتوانست، دویم بار زنگ زد گپ زدن نتوانست. از بین یک روز گذشت، فرداش زنگ زد و بعد برای من مقصد از زندگیش حکایه کرد. من به خلاصه آمدم که برای این خواهرم جواب گردانم و آنچه که میرسانم برای دیگرها هم شاید که این به منفعت کار باشد. خواهر ما از ما گفتن که در خانه شوهر من سه نام دارم. سه نام. یکم گدا دختر، دویم خدازده، سیوم تو یک خری خدمتگاری. برادران عزیز و گرامی، این خواهر ما با گویم مهنت کرده بوده است، خوانده بوده است، مکتب خوانده است، شوهرش هم همراهش خوانده بوده است، یکدیگر را بگیم انتخاب کردن، دوست داشتن و بعد دو تا فرزند در دوام بوده است. ولی بعد دو تا فرزند یک باره خوشنامنش، هم شوهرش هم خواهرهای شوهرش دایره این زن بسیار تنگ کردن و همیشه میگد من از بس که میگد بسیار با آرم با ناموسم، که تاجیک مردم با آره با ناموس آخی فر نداره و زنه فر نداره مرده. بسیار درد میکنه وقتی که مرا خدا زده میگن، وقتی مرا گدا دختر میگن، وقتی میگن تو در این خانه یک خری خدمتگاری. برادرای عزیز و گرامی، اینها گدا دختر نیستند، اینها خری خدمتگار نیستند، اینها خدا زده نیستند، اینها قنچق نیستند. ببینین، اینها فاحشه نیستند. اینها تو برای من هیچ کسی، من این حرفایی را که زم کردیسم اینها هم از زبانهای شما در نسبت زناتون صدا میتید. تو برای من هیچ کس نیستی. نه دادرای عزیز، شما برای این حرف هاتون زمانی که اینها را شما در مقابل زنهاتون این حرف ها را میزنین، شما پیش روتون کلمه شیرین مادر را بیارین که زنها مادرن. زنها مادرن، زنها ایمان مردن، زنها امانت خدا در دست ما و شما هستند. زن ناموس مرد، زن برکت خانه، زن چراغ خانه است، زن زیبایی خانه است. برای این حرفهای خیلی درشت و خیلی سخته که در برابر زنها میزنین، استغفرالله بگین، با الله توبه کنین.
زیرا جناب موسی وقتی که الله را پرسید خدایا من تو را از کجا خواهم یافت، شما در کجایین؟ الله مهربان به دو جا اشاره کرد. در جایی که وقتی مرا یاد میکنند، در جایی که وقتی که مردم سبحان الله و الحمدلله و یا امر معروف و نهی منکر میکنند، الله گفت جایی که من اونجا هستم انمین مکان است. دوم نزد نفری که وقتی دلی او میشکنه، تو وقتی او را با این بسیار حرف های بگیم سخت، بسیار با این الفاظ زیشت وقتی با او خطاب میکنی، وقتی با او تو این سخنها را میگوی، الله مهربان میگه من در پیش همون نفری هستم که از یه حرفهای درشتی تو وقتی دلی او میشکنه. معنای این سخن این است که وقتی خدا همراه او باشد تو حتما مغلوب میشوی، تو حتما و حتما در یگان پستی و در یگان آفت مبتلا میشه. هیچ وقت خدای مهربان ظلم دوست نمیداره. دل زنها را هیچ وقت نشکنین، همیشه زنها را دلبرداری کنین. این زنها برای آزار دادن و برای دشنام دادن و برای توهین کردن و برای ملامت کردن و حقارت کردن نیستند. وقتی که ما دعوا میکنیم از دینداریمان، از ایمانداریمان، وقتی پیامبر گرامی کاروان را که میبرد، یک نفری در حدیث آمده است به نام انجشه که در بالای او زنها سوار بودند. پیامبر من به طرف انجشه گفت که ای انجشه، شترها را تیز حرکت نته، شترها را مقصد نگذار که با سرعت تیز روند، زیرا که در بالای اونها قواریر هست. قواریر مراد از قواریر این شیشه را میگن. ببینین، یعنی در بالای شتر بگیم شیشه هست، شکستبار هست. زنها را پیامبرمون به شیشه ببین مثل زدن، تمثیل پیامبر، تشبیه پیغمبر به شیشه. بالای شترها شیشه هست، یعنی آهسته. ما و شما مراد ای شیشه با شیشه چه خیلی معامله کن در کار. شیشه خودش یک چیزی زیبا هست. مقصد با او چقدر با آرامی، چقدر با تمکین، چقدر با احتیاط با او مقصد معامله کردن در کار. بر همین بود که پیامبر من فدار و بیها و تعیش و بیها، با زنهاتون با مدارا زندگی کنین. ببینین اونها را وصف کنین، اونها را تعریف کنین، اونها را دلبرداری کنین، دلهاشون را خرسند کنین. وقتی شرایطون هست بگه یک دستک گل ببر، یک عطر ببر در دستکش بته، یا یک کار کن. ببین یک کار کن که دل همو خرسند شود. پیامبرمون گفت، پیامبرمون برای ما و شما اشاره دارن. طرز زنداری را هم از پیامبر آموزه. شما بینید وقتی روز پیامبرمون در خانه مادرمون عایشه نشسته بود، یک خدمتگار میگه ظرف چوبین ده، خواه از خانه صفیه بود یا از خانه زینب بود. ببینین برای پیامبر طعام روان کردن، یعنی از خانه دیگر خانومش، دیگر زنش. وقتی عایشه مادرمون فهمید که این طعام از خانه دیگر زنش آمده است،
همون طعام با ظرفش زد در زمین شکست در پیش چشم پیامبر. برادرای عزیز، حضرت وقتی که ایرا دید طرف همون نفری که طعام آورده بود تبسم کرد و گفت غارت امکم، گفت مادرتون بسیار غضبناک شد، مادرتون رشکش آمد. گفت و گرفتن طعام از زمین جمع کردن و مقصد دادن در دست خدمتگار گرفته بردن. حتی حضرت هم از همون طعام هم نخورد. ولی زن ای برادرای عزیز یگان معامله میکند، یک قهر میکند، ببینید یگان رشک میکند، معنای او را ندارد که در عوضش ما تو او را حقارت کنیم و ما تو او را مذمت و ملامت کنیم. معامله پیامبر را ببینید بازن چیکار کردن. برای همین این کار هیچ وقت راه ندین که زنها را در خانه مورد توهین و مورد حقارت هیچ وقت این کار انجام ندین. از خدا بترسید. قرآن میگه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. در هر حرفی گفتگید برادری عزیز، مادری عزیز، خواهری عزیز، در هر حرفی گفتگید پیش خدای مهربان جواب میگوید. خیلی که تو در دنیا بسر ایرا زوری، در دنیا تو ایرا ملامت میکنی، در دنیا ای بیچاره برای خاطر زندگیش، برای خاطر آبروی پدرش، برای خاطر آبروی خودش که بیوه نشود، در بدر نشود، گردنکش خم میکند. روز قیامت شما نفرایی که ایرا به این احوال آوردین، هنمی گردن خم شما در پیش این در روز قیامت های. شما از این آدم روز قیامت عذرخواهی میکنین. با من باوری دارم که همین بیچاره‌ها با شما را در اونجا میبخشند. برای من از خدا بترسین، از خدا بترسین. این معامله ها را در حق این فرزندای مردم بگیم، فرزندای خودتان هیچ وقت این معامله را نکنین. چی قدر میتونین مهربانی کنین، دوستداری کنین، احترام کنین، در حقشون دعای خیر کنین. زیرا که فرزندای شما هم مثل همین ها در کدام خانه با کلینن. هیچ کدام ما را خوش نمی آید که با فرزندای ما همین معامله را که شما کردین با فرزندای ما همین معامله را کنن. پیامبر ما گفتن ایمان شما کامل نیست تا آن زمانی آنچه برای خودت دوست می‌داری برای دیگران دوست نداری. یعنی وقتی تو دوست می‌داری دختری تو در خانه شوهرش با تمام کت و کوت و شرایط امکانات زندگی کند، همین را برای کلین هم باید تو دوست بداری. همین مشکلات هم تو باید بر بالای کلین نیاری. برای همین برادرای عزیز، زنها باید مورد احترام قرار گیرند، زیرا ایرا الله برای اینها داده، پیغمبر خدا برای اینا اشاره کردگی است. خداوند همتون تن صحت و ایمان کامل نصیب کنه. سوال دیگری که برای من آمده است، از من خواهش کردم برادرای عزیز و گرامی که من در این چیزم با اونها بگیم هم نظرم هم فکرم، ولی برای من خواهش کردن که این مسئله را برای مردم بچه‌دار گوش زد کنید. برادرایی که بچه‌کاتون زن میتین، میدونید که در بین مردم تاجیک همین آوازه هست که 10 بچه را زن بته و 1 دختر شوهر نته. یا زن دادن آسانه، شوهر دادن مشکله. این چیزها را شما دائم میشنوید. ولی میگن خود کرده را دوا نیست. این آن چیزی است که ما به سر خودمان آوردگیم. چرا این مشکلات مقصد در بالای دختردارها آمد؟ چرا این مشکلات کی بر بالای این سر این
پدر و مادر دختر آورد؟ خدا ما. باز ما میتونیم خدامان همه چیز برطرف کنیم اگر به همین حرفایی که من میزنم شما اهمیتی. کسی دختر شوهر داده است یا کسی مقصد شوهر هم نداده باشد ولی در آینده شاید شوهر تید یا شاید نداشته باشد ولی از روی انصاف مقصد به این سخنهای ما باید که بها گذارد. برادرای عزیز و گرامی، همتون میدانید دختر کلان کردن، دختر به سین بلاغت به شوهر دادن رسانیدن این بسیار مهنت زیاد طلب میکنه، به حد زحمت زیاد طلب میکنه، به حد قوه زیاد از پدر و مادر صرف می شود. یک نفری را من از زبان شنیدم که می گفت که خدایا سنگم بته و دخترم نته. من حیران شدم. من گفتم برای چی این گپا میزنی؟ گفت به خاطر آنه که بسیار پدرها و مادرها را دیدم ای پشت دخترها گردناشون شکست شرمنده شدن. بسیار مقصد دختراشون چی کارهای ناخوب و بسیار کارهای بگیم بی حیایی و بی شرمی را انجام دادن که پدر و مادر ای دست اونا بسیار افگار شدن، بسیار بیمار شدن، بسیار غمدار شدن. گفتی خود چون دیگر طعام نخوردن، فقط زهر خوردن. برادرها، حقیقتا دختر کلان کردن، دختر به سین شوهر رسانیدن، بین یعنی با تربیه خوب، با سر و لباس خوب، با اخلاق خوب او را به وای رسانیدن خیلی مهنت زیاد طلب میکند. بسیار پدر و مادری در کار که این مسئولیت احساس کنه و بگیم همیشه اهمیت در دخترش بده. بعد از این دختر ما مادری اصلی و اساسی را ساخته میتونیم. بعد دری ما و شما ببینید که وقتی دختری خوب داریم، دختری نغز داریم، دختری خانه داریم، دختری خوش اخلاق داریم، دختری با حیا داریم که ما در این سهم گذاشتیم و ما مقصد همه این خوبی ها را در دخترمون که زحمت های خودمان بود خواستگارا را ببینید در در ما و شما نوبتن. ببینید هر کی بچه گنده داره، خوب داره، بچه بی توفیق داره، با توفیق داره، بچه عرق نوش دارد، بچه بیرحه دارد یا خوب دارد، همشون دخترای مثال بگیم بین با تربیه را، دخترایی که مثال بگیم با حیاان، با شرمن، دخترایی که مقصد در این تویهای و ویچرها و مثال دیسکاتیکه ها و دیگر جای اشتراک نمیکنن، مردم همخیلی دخترها را میکوون و برای فرزنداشون کلین میگیرن. پس برادرای عزیز ببینید که با این تا این حد رسانیدن بسیار مهنتی بسیار طلب میکند، خیلی. اکو وقتی که من او را تا 18 رسانیدم، مهنت کردم، زحمت کشیدم، آوردم با شوهر دادم. شما ببینید که باید مردکی که زنگیرای باید مهنت های مرا او به نظر بگیره، زحمت های مرا باید او با نظر بگیره. من ببینید هم دختر میتونم دختری که الحمدلله رب العالمین مقصد 10 خریدار داشت ولی وقتی در دست او ما میتیمش با بازم این از طرف همون مردک امروزه همتون میدونید که یا 20,000 سومان یا 30,000 سومان، بلندش 40,000 سومان میاره در دست ما میتو. در حال مقصد چی؟
ку хай дарав бигирем, мақсад рӯзи туя муайян кунем, хай як 10 рӯзай, 2 ҳафта, 1 моҳай тез ҳамин кори хайра кардан дар кор. Ана ки дигар духтардор медонаву мушкилоте ки дора. ин қадар хариде ки мо барои духтар мекунем, ай пасуда саркадагӣ, то палатинса, то собун, то духӣ, то чанд сар либос. бубинед, боз дар баробараш мошинкаи ҷомашӯӣ, дар баробараш стенка, дар баробараш спални, нигоҳ кунинда, дар баробараш телевизор, тиловорӣ, дар ҳаминҷа чанд қадар маблағ сарф мешавад. Чанд қа маблағ сарф мешавад. И 40,000 додагии ҳамун маъракаеро ки меояд, мақсад як маърака барои як мисол хай ҳамсояро огоҳ кардан, ай фотиҳа мегем, ё як мисол хай на хурсандӣ дорем ва дар туиш ин маърака як маъракаш да ё 2 маъракаш да ин маблағи 40,000 тамом шид. ай чизоеро ки ман ном гирифтам, ку инҳоро мисол ба пул бигардонем, чанд ҳазор доллар мешавад. Чанд ҳазор доллар мешавад. бозам ин бародарои азиз, бубинед, ҳамин бачадоро шарм нокарда, бин шарм нокарда, бо акаму хонааш ягон хона ки ремонт кардасту, бо сурати абой, сурати ҳамон абойша мепартояд тарафи ҳамин хонаи духтардор ки ба ранги ҳамин абои ма парда биёр, ба ранги абои ма қолин биёр, ба ранги абои ма люстр биёр. бовар кунед, ай бай бародарои азиз, як талбандагӣ, ай як ҷабр дар ҳаққи як бародару дар ҳаққи миллати худату дар ҳаққи духтардор ин ҷабр ай. вақте ту мехоҳӣ ки пардаи хоната биёрад, қолини хоната биёрад, телевизори хоната биёрад, мошини мисол ҷомашӯиро биёрад, ҳар чизере ки ту мегӯй, инҳоро маблағша бите. ира ӯ ҷомашӯиро бечора меёрад дар ҳамун ҷо, ӯ дигар медонӣ ки ҳамаи шумо дар даруни ҷома мешӯед, ӯро барои худаш махсус намебарад. ё ҳар чизеро ки барад, ҳаматон дар ӯ ҳақ доред, ҳаматон ӯро истифода мебаред. бо худое накарда рӯзе ки бо агар ай хона пешаш карден, ай ҳамин чизои овардагиш бо як сари сӯзаро наметенаш. ин қадар шумо беинсофу бераҳмед. барои ҳамин маслиҳати манам ҳамияи бародарои азиз ва гиромӣ ки ҳамаи он чизе ки ба сари духтардор меорен, ҳаминҳоро ҷавонмарден, фикри ҳамин фарзанди ҳамин мардака, фикри ҳамин мардака худша мекунен, ҳама ҳамиро омода кунен, буд кунен, биё дар хонаи духтардор бугӯ ки ана фақат ва фақат ҳамин ягон либосе ки агар барои худаш меорад, ё ягон ҳадияе ки тарафи падару модар мекуненш бикунен, накунен. қолинам ҳаст, курпачаком ҳаст. оли ман курпачаву таксари инҳоро бо номша нагирифтам. курпачаом ҳаст, спалним ҳаст, стенкам ҳаст, ҳамаи чизам омодаи. ягон ҳадияе ки ҳам модар барои духтарша ё падар барои духтарша дошта бошад, бас. ана ҳамин кора кунем бародарои азиз ва гиромӣ, иншоалло баракат меёбем. пайғамбари гиромӣ гӯфт ки ман лам ярҳам ла юрҳам. касе ки агар бераҳмай, касе раҳм надора, ба ӯ аллоҳ ҳам раҳм намекунад. ман лам ярҳами нос ла ярҳамҳуллоҳ. касе ба мардум раҳм накунад, аллоҳ ба ӯ раҳм намекунад. аллоҳро ташаккур кунед ки ин мардак 18 сол ё 19 сол духтара бигем бо дандонош қапидагиай. ҳар қадами ӯро аҳамият додагиай, ҳар дугонаи ӯро аҳамият додагиай, ҳар як рафтану мактаб омадани ӯро аҳамият додагиай. ин қадар заҳмату меҳнату ин қадар ғаме ки ҳамин одам дора, ту ҳамиро қадр ку,
قدرش همیه که نمانش که مرده که قدر خراجاتی زیاد کنه، زیرا این دگردنی پدر دختردار نیست آخی. ایرا دیگون شریعت معین نکرده که همین چیزها را باید بگیره و خانه تو بیا. یک بسیار باور کنین یک بیرحمی و یک جبر، یک ظلم در حق دخترداره که هم دخترش میگیری با هم کمش ده 20 هزار دلار ده زیاد برای تا اسباب انجام به خانه تر میبره. این تماما آخی به یگان نه قاعده دینی و نه قاعده انسانی قطعی توغری نمیگیره. برای هر یک بچه دارا اشاره میکنم بیاین پولی معرکه شا بتین، معرکه که میگذرانه پولی معرکه شا بتین و آن چیزایی را که الحال من نام گرفتم که باید برد همینا را خودتون در خانه‌تون بخرین، تیارک بمونین. فقط هدیه‌ای که پدر و مادر برای فرزندش، هر یک پدر و مادر برای فرزند هدیه داره، خواه لباسش میتد، خواه یگان کمپلیت بگیم پسودش میتد، خواه یگان دستمالش میتد، خواه یگان تلاواریش، چیزی که وای همت کنه. لیکن این قدر باریگرانی که باز یک کم از نه یا دولان در کار که همه یا را بار کنه. با کام روزی حالی با باور که بالایم در باز زن میکنین همون ستیکه و همون شفنده رو ببینین، همون چیزایی را که با سپالی و به خانت میبره با میگو استاش هم روی که استا را روی که بیایی را در خانه ما جمع کنن. برای کنم طریق وزبینی آمدن گریف همه امینا بایروی خاطر دیدن بود، همه امی به خاطری که بعد مردم میاد سادگی داره ای صد نابوتش همی خوشبخت شوند. با این گپا ما یک باره چی خوشبختی داره؟ چی خوشبختی های؟ خودش بیچاره همون دخترک غمگین میروه که این قدر مشکلات ما بالای پدر و مادرم آوردم. با در همون جا میبرنش با به همین اسباب انجامش خواه روزش بتن، خواه شرایطی خوبش بتن، خواه یک بگیم با یک روی تازه نگاهش کنن، خواه احترامش کنن، خاطری خودش هم ندن، خاطری چیز شبه بینن. نه. برای همین برادرای عزیز و گرامی مهر زن بتین، این مهر در گردنتون فرضه، مهر در گردنتون واجبه که مهر زن بتین. بیارین مهرهای زنها را معین کنین، 2000 دلار میتین، 3000 میتین. او مهر فقط برای هم زنه خود چای، برای هم دخترک های. او باید یگان چی صرف نکنه، او حق خود چای. او در گردن بچه دار فرض واجبه که او پولا بیاره باید بته. ولی در تمام معرکه شد، در تمام اسباب انجامی که مقصد باید زن بیاره در اوجا مبلغ شا بتین یا را بیارم یا که بخر بر در خانت بمانه یا را بگو همین چیزا را نیارین که ما همه را خریدیم. خداوند همه مانه از زمره مردمی با رحم کنه. خدایا توفیق ما بتد که وقتی میگیم مؤمن مسلمانیم در همین دعوامان ما و شما را ثابت قدم بگردانه. خدایا توفیق ما بتد که غم یکدیگر را بخوریم، فکر یکدیگر را بکنیم. همون یک کس برای همه برای یک کسی شعار دینی است. خداوند نگهبان تان باشه، الله حفظتان کنه. انشاءالله فکر میکنم آنچه که من رسانیدم این اگرچند من با نفرهایی که مرا گفتن من اول در این چیز هم نظر بدم، هم فکر بدم. این با یک خوبی دیگر هم دارد که شاید وقتی که اون مردک همه این چیزها را خودش میخره با در فکر زندگیش میشه و پول صرف کردگی هست. یکی از سببای همین طلاق های زیادم انمیه که تو به 10,000 میگیری میبینی که خیلی یک کم ترک که اگر هم معقول نشید یک گمش که پر زن با میرم زن میگیرم. یکی وقتی برن تایید 20,000 و 30,000 دلار ده خانه را برای زن بخر، چیز بخر بیار، بعد ممکن که یک کم ترک با همون فکری مبلغ فکری هم پول تا بکنی.
ای هم انشاءالله ممکن که با در مستحکمی زندگیشان ممکن با در طلاق نکردن هم یگان نقشی را ببازد. سوال دیگری که بگیم چهارم سوالی که از من کردن و این من در همون سفرهای روسیه بدن، من برای تمامی همون برادرای دیاسپورایی که هستند، آدمایی که در روسیه گپ زنین، در روسیه مقصد امکانیت و پول دارین یا در غیر دولت‌های روسیه هم که باشین، مسئولیت ما همین بود که بچه‌هاتون حرکت کنن که زبان مادریشون گم نکنن. دلتون از زبان روسی و دلتون از زبان انگلیسی و دلتون از زبان خطایی نبرد. تنتون صحت باشد و تن یمی کودک صحت باشد تا 10 زبان می آموزد، ولی زبان مادریش ای همه زبان ها دا مهمتر و ضرورتره، زیرا این تاجیکه. همون مادر و پدری که حرکت میکنی که همین فرزندی تو دیگر زبان ها را آموزه و بگذار زبان تاجیکیش هم که ای بین رو و گپ هم که نزند، تو مادر و پدر نیستی، تو تاجیک نیستی، تو خون تاجیکی نداری. تنمو آر ننگ ناموسی که مردمی تاجیک دارن، تو پدر و مادر همین را نداری. برای همین برادرایی که من در روسیه دیدم، همین سفری نو کردگیم دا دیدم که در بعضی از شهرها دیاسپورای ما، همون سردارا، همون آدمای دلسوزی همین ملت تاجیک در غیر مثال همون ساعت مکتبیشون یا سیمخانه کشادن و در همونجا مقصد کودکایی که اولی مقصد در مکتب راهشون میتن، یا اینکه مقصد هست کودکایی را که روی خود داکیومنتاسیشون باشد، یا اینکه روی به شرایطیشون باشد، یا یگان سببایی است که مکتبا در راهشون نمیتن، یا توسین مکتبی را علاکه اینا صدیق میروان که در صدیق علاکه زبان تاجیکی را هم گم میکنن و در همونجا دیدم که سیمخانه ها کردن و فرزندای مردم در معلم آوردن برای یاد دادن زبان تاجیکی. خدا برکتتون تیا، الله حفظتون کنه. با من اشاره میکنم که شما همین کار جدی بگیرید. تمام برادرایی که فرزندان شما نیازی به آموختن زبان تاجیکی دارد، ای همه کاری تا مهم همینه که فرزند از همین سیمخانه و از همین تعلیم دور نمون. بیاید در همینجا آموزه، بیا زبانش گم نکنه. خوبیش در چیه که با تاجیک وقتی تاجیک میشینه در ما عرف و عادتهای خودمان فرق میکنه از اونا. شما وقتی فرزنداتون در صدیق میروه خیلی یقین است که در اونجا تناولش گوشت خوبه. یکم دویمش وقتی با اون مردم یک جای میشینن حتما و در هر یک حرفشون حقارته، در هر حرفشون بی‌ادبیه، در بین دختر و بچه های او ایتری دیگر جدایی و حیا و مقصد احتیاطی چیزا نیست. برای همینه که بسیارش که از همون داخل که میبرایه و در مکتبا و در تربیه و یا رفیقاش که همونا هن دیگه میبینی سیگاریتو در دهن، دیگه آب بینوشیدگیش عرق، دیگه برای خودش با یگون دخترک دیگه را با لوباونیک میگیرد، بین دیسکاتیک هم میرود، در درون خانه شدگی تو پدر و مادرش میدونه پیش دم میخیزن، گپ میزنی دیگه میگه تو حقوق نداری مرا گپ زنی. برای آنه که حق تان میگه، راست تان میگه، شما را باید از ایده بدتر کنه، زیرا که شما گپ هیچ کس گوش نمیکنی. وقتی برای شما معلومات میتن، برای شما مصلحت میتن، شما گوش نمیکنی. من حتی طرفدارم که همین
آوان خردسالیش که در صدیق میتین در صدیق نتین. بهترین صدیق همون بغل مادر شد تا همون سینی همون 7 سالگی شد. برای این در دست یعنی مردکایی که سیمخانه اوی میکنن تاجیکی درس میتن من تاجیکی بخواند من در خانه قطعی خودت حتی باشد قطعی خودت باشد. زیرا همون شاعر میگفت درختی که خردکک بود باغبان بگرداند او را چو خواهد چنان چو گردد کلام باز نتواندش که از کجی و خمی بگرداندش. درخت خردکک باشد باغبان قطعی سر کار گرفتن میتونه. درخت کلان شید دیگر زورت به او درخت نمیرسد. گرگز آرد خیشت اول بر زمین معمار کج. بین گرگز آرد خیشت اول بر زمین معمار کج. وقتی که خیشت اول همین کج که ماندن چکار میکنن همین خیشت تا اگر آسمان که اگر همین را دیوالش کنن همون کجیره میروه. برای که از اول اهمیت نبود از اول تربیه نبود. برای همین پدر و مادرای خیلی گرامی اولا شما اونا روسی را یاد میگیرن. شما همون روسی را در خانه‌تون یاد داشتین نه اون تلویزیون را روز رات گوش میکنن زبان روسی را یاد میگیرن. ولی همون آوانی که جای تربیه است الکی شما را دست میتین دیگر نمیتونین. زیرا همنشین ها دیگر ای خراب دیگر ای معامله دیگر ای و تمام برادرایی که همجا امکانیت دارین حتی شما میتونین صدیقای تاجیکی بکشایید برای فرزندای خودتون تاجیکای خودمان بگذار در اونجا رهبری کنن تعلیمات خودمان فرهنگ خودمان ببینین عرف و عادت تاجیکی خودمان قطعی با اونها معامله کنن. ما باید که زبان مانه عرف مانه عادت تاجیکی مانه همیشه حفظ کنیم. باید ایرای دستتی همون حرکتی همون مردمی همون طرف هم همین شما را برده و گرجدنی کردنن به خاطر همونی که شما هم همرنگ همونا شین. اگر شما برای او چی در کاری؟ ولی ما هم کوشش کنیم که باید همرنگ اونها نشیم. مایل زندگی میکنیم مایلش کار میکنیم ولی آن چیزی که از تاجیکی خودمان هست او را ما باید که هیچ وقت گم نکنیم. او باید خطی ما باید باشد. انشاءالله فکر میکنم که مصلحتی مرا فهمیدین. برادرایی که در همین کارا سهم دارین سیمخانه ها شدین مردم دعوت میکنین بار دیگر از نام ما هم همش سلام بگین که همین کار شما را دستگیری کنن بیارن فرزنداشون را در همجا تعلیم بتن. خدا خواهد همتون در این کار برار میابین برکت میابین خیر میابین و الله مهربان دعاگو هستم که خداوند شما را در همین ارادتون و در همین مقصداتون جامعه عمل پوشیدن نصیب کنه و خداوند خدمتاتون را قبول کنه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.